سرعت تغییرات فناوری بی‌وقفه است. در حال حاضر هوش مصنوعی تصمیم‌ها را سریعتر از انسان‌ها می‌گیرد. فناوری 5 میلیاردها دستگاه را به صورت لحظه‌ای به هم متصل می‌کند و بلاکچین در حال بازتعریف امنیت و امور مالی است. این نوآوری‌ها فقط احتمالات دور از دسترس نیستند، بلکه همین حالا اینجا هستند و صنایع و زندگی روزمره را دگرگون می‌کنند. در این ویدیو به 20 روند مهم فناوری می‌پردازیم که آینده را شکل می‌دهند و نحوه زندگی، کار و کسب و کار ما را تغییر می‌دهند. با ما همراه باشید تا دقیقاً بفهمید چه عواملی این تغییرات را رقم می‌زنند و چگونه همه چیز از مراقبت‌های بهداشتی تا سرگرمی تحت تاثیر قرار گرفته است. اولین مورد، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین. هوش مصنوعی AI و یادگیری ماشین به سرعت به بخش جدایی‌ناپذیر تقریباً هر صنعتی تبدیل شده‌اند. از راه حل‌های شخصی سازی شده در حوزه سلامت گرفته تا شناسایی تقلب در امور مالی، هوش مصنوعی این امکان را فراهم کرده که ماشین‌ها از داده‌ها بیاموزند و با کمترین دخالت انسان تصمیم گیری کنند. با این حال، هوش مصنوعی بدون چالش نیست. نگرانی‌ها درباره خودکارسازی مشاغل و سوگیری الگوریتمی رو به افزایش است. با این حال، بازار هوش مصنوعی در حال شکوفایی است و انتظار می‌رود تا سال 2025 به 190 میلیارد دلار برسد، همراه با پیشرفت‌های چشمگیر در پردازش زبان طبیعی، بینایی کامپیوتری و تحلیل‌های پیش‌بینی کننده. مورد دوم، فناوری 5. فناوری 5 نوید یک تحول اساسی را می‌دهد با ارائه سرعت اینترنت فوق‌العاده بالا، تأخیر بسیار کم و امکان اتصال بی‌وقفه میلیون‌ها دستگاه. این فناوری آینده شهرهای هوشمند، خودروهای خودران و دستگاه‌های اینترنت اشیا را رقم خواهد زد و به آنها اجازه می‌دهد به صورت لحظه‌ای با هم ارتباط برقرار کنند. با این حال، راه‌اندازی 5G بدون چالش نیست. هزینه‌های بالای زیرساخت و مسائل مقرراتی در برخی مناطق باعث کننده شدن اجرای آن شده است. تا سال 2026 انتظار می‌رود بازار 5G ارزشی معادل 667.90 میلیارد دلار داشته باشد و آمریکا، چین و کره جنوبی پیشتاز این تحول باشند. چالش چیست؟ ریسک‌های امنیت سایبری و حفظ حریم خصوصی داده‌ها همچنان از نگرانی‌های اصلی خواهند بود، چرا که دستگاه‌های بیشتری به هم متصل می‌شوند. مورد سوم، اینترنت اشیا یا لر. اینترنت اشیا یا لر به ایجاد شبکه‌های متصل از دستگاه‌های فیزیکی اشاره دارد، از یخچال‌های هوشمند گرفته تا حسگرهای صنعتی که داده‌ها را جمع‌آوری و تبادل می‌کنند. کاربردهای یل باعث افزایش بهوری در صنایعی مانند بهداشت و درمان، تولید و حمل و نقل شده‌اند، اما آسیب‌پذیری‌های امنیتی به یک مشکل رو به رشد تبدیل شده است. با متصل شدن دستگاه‌های بیشتر، حملات سایبری که سیستم‌های یخ را هدف قرار می‌دهند، افزایش یافتند. با وجود این چالش‌ها، پیش‌بینی می‌شود بازار اینترنت اشیا تا سال 2025 به 1.6 تریلیون دلار برسد و این فناوری را به یکی از فناوری‌های محوری در خانه‌ها، شهرها و فراینده صنعتی هوشمند تبدیل کند. مورد چهارم، محاسبات لب‌هایی. محاسبات لب‌هایی پردازش داده‌ها را به منبع داده نزدیک‌تر می‌کند و مشکلات تأخیر و پهنای باند مرتبط با رایانش ابری را کاهش می‌دهد. این فناوری به ویژه برای کاربردهای حساس به زمان مانند خودروهای خودران و اتوماسیون صنعتی اهمیت دارد، جایی که پردازش داده‌ها به صورت آنی حیاتی است. انتظار می‌رود بازار جهانی محاسبات لب‌هایی از 4 میلیارد دلار در سال 2020 به 15.7 میلیارد دلار در سال 2025 برسد که این رشد به دلیل افزایش پذیرش اینترنت اشیا و نیاز به پردازش سریعتر داده‌هاست. جنبه منفی آن چیست؟ مدیریت شبکه‌های توزیع‌شده لب‌هایی می‌تواند پیچیده و پرهزینه باشد و به زیرساختی قدرتمند نیاز دارد. مورد پنجم، فناوری بلاکچین. بلاکچین بیشتر با ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین شناخته می شود، اما پتانسیل آن فراتر از این هاست. بلاکچین روشی غیر متمرکز، امن و شفاف برای ثبت تراکنش‌ها ارائه می دهد که در صنایعی مانند امور مالی، مدیریت زنجیره تامین و مراقبت‌های بهداشتی به کار گرفته می شود. برای مثال، بلاکچین می تواند منشأ محصولات و زنجیره‌های تامین را تایید کند یا از تحت سوابق پزشکی اطمینان حاصل کند. اما بلاکچین هنوز با چالش‌هایی روبروست. مصرف انرژی و مقیاس‌پذیری آن از مشکلات اصلی هستند. تا سال 2025 انتظار می‌رود بازار بلاکچین به 39.7 میلیارد دلار برسد، اما پذیرش گسترده آن به غلبه بر این چالش‌ها بستگی دارد. شماره 6، واقعیت افزوده R و واقعیت مجازی VR. و در حال تغییر نحوه تجربه ما از جهان هستند و محیط‌های دیجیتال فراگیر را در همه چیز
از بازی گرفته تا شبیه سازی های آموزشی ارائه می دهند. عناصر دیجیتال را بر دنیای واقعی قرار می دهد. مثلا بازی پوکمون گو در حالی که کاربران را به طور کامل در یک فضای مجازی اوتور می کنه. صنایعی مانند املاک و مستقلات و آموزش این فناوری ها را برای تورهای مجازی و یادگیری تعاملی به کار گرفتند، اما هزینه بالای تجهیزات پیشرفته همچنان یک مانع است. با وجود این پیش بینی می شود بازار تا سال 2025 به 209.2 میلیارد دلار برسد که این رشد به دلیل پیشرفت‌های سخت افزاری و شبکه‌های 5G است. شماره 7 رایانش کوانتومی. رایانش کوانتومی هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد، اما پتانسیل این را دارد که صنایعی را که به قدرت محاسباتی از این نیاز دارند متحول کند. برخلاف رایانه‌های سنتی، رایانه‌های کوانتومی از بیت‌های کوانتومی یا کیوبیت‌ها استفاده می‌کنند که می‌توانند تعداد زیادی از حالت‌ها را به طور همزمان پردازش کنند. این موضوع باعث می‌شود رایانش کوانتومی به ویژه برای حل مسائل پیچیده در کشف دارو، رمزنگاری و بهینه‌سازی بسیار ارزشمند باشد. با این حال این فناوری هنوز در مرحله آزمایشی قرار دارد و کاربردهای عملی آن به دلیل مسائلی مانند نرخ خطا و پایداری محدود است. با وجود این رایانش کوانتومی سرمایه‌گذاری‌های عظیمی از سوی شرکت‌هایی مانند گوگل و IBM جذب کرده و پیش بینی می‌شود بازار آن تا سال 2030 به 64.98 میلیارد دلار برسد. شماره 8 اتوماسیون فرایند رباتیک یا رپ. رپ به خودکارسازی کارهای تکراری می‌پردازد که معمولاً به دخالت انسان نیاز دارند، چه پردازش فاکتورها در بخش مالی باشد یا خودکارسازی تعاملات خدمات مشتری. رپ در حال متحول کردن نحوه عملکرد کسب و کارهاست. مزیتش چیست؟ کارمندان می‌توانند روی وظایف با ارزش‌تر تمرکز کنند، در حالی که ربات‌های نرم افزاری کارهای روزمره و خسته کننده را انجام می‌دهند. با این حال پیاده‌سازی رپ هزینه اولیه بالایی دارد و نیازمند نگهداری است. انتظار می‌رود بازار رپ از 1.89 میلیارد دلار در سال 2020 به 13.74 میلیارد دلار تا سال 2028 رشد کند. اما شرکت‌ها باید بین خودکارسازی و احتمال از دست رفتن شغل‌ها تعادل برقرار کنند. شماره 9 تقویت امنیت سایبری. با پیچیده تر شدن حملات سایبری، فناوری‌های امنیت سایبری نیز برای مقابله با آنها در حال تحول هستند. سیستم‌های شناسایی تهدید مبتنی بر هوش مصنوعی، معماری‌های اعتماد صفر و روش‌های رمزنگاری پیشرفته در حال تبدیل شدن به استاندارد جدید هستند. با این حال، همگام شدن با تهدیدهای به سرعت در حال تحول یک چالش است، به ویژه برای صنایعی که با داده‌های حساس سر و کار دارند، مانند مالی و بهداشت و درمان. انتظار می‌رود بازار امنیت سایبری تا سال 2024 به 248.26 میلیارد دلار برسد. اما نیاز مداوم به نوآوری و سازگاری به این معناست که کسب و کارها باید همیشه هوشیار بمانند. شماره 10 فناوری پایدار. فناوری پایدار بر کاهش تأثیرات زیست محیطی صنایع با استفاده از انرژی سبز، بازیافت و نوآوری‌های مدیریت پسماند تمرکز دارد. از پنهای خورشیدی گرفته تا فرآیندهای تولید سبز تمرکز بر پایداری است، چرا که مقررات در سراسر جهان سختگیرانه‌تر می‌شوند، اما مقیاس‌پذیری همچنان یک دغدغه باقی مانده است. فناوری‌های سبز اغلب به سرمایه‌گذاری اولیه زیادی نیاز دارند و زیرساخت‌های جهانی همیشه برای کنار گذاشتن سوخت‌های فسیلی آماده نیستند. پیش بینی می شود بازار فناوری پایدار تا سال 2027 به 36.6 میلیارد دلار برسد و صنایعی مانند حمل و نقل، انرژی و تولید در این مسیر پیشتاز باشند. شماره 11 تقویت انسانی. تقویت انسانی به معنای افزایش توانایی‌های انسان از طریق اسکلت‌های بیرونی، فناوری‌های پوشیدنی و رابطه‌های مغز و رایانه است. برای مثال اسکلت‌های بیرونی به افرادی که با مشکلات حرکتی مواجه هستند کمک می‌کنند دوباره راه بروند، در حالی که رابطه‌های مغز و رایانه به کاربران اجازه می‌دهند دستگاه‌ها را با افکار خود کنترل کنند. با این حال نگرانی‌هایی درباره دسترسی‌پذیری و حریم خصوصی همچنان وجود دارد. انتظار می‌رود بازار تقویت انسانی تا سال 2027 به 298.5 میلیارد دلار برسد که این رشد به دلیل تقاضا در حوزه‌های سلامت، دفاع و ابزارهای افزایش بهره‌وری شخصی است. شماره 12 توسعه تقویت شده با هوش مصنوعی. هوش مصنوعی اکنون در حال متحول کردن توسعه نرم افزار است با خودکارسازی تولید کد، تست و رفع اشکال. ابزارهایی مانند گیت و کپیلوت ها را به صورت لحظه‌ای پیشنهاد می‌دهند و روند توسعه را به طور قابل توجهی سرعت می‌بخشند. با این حال توسعه دهندگان باید محتاط بمانند، زیرا اتکای بیش از حد به ابزارهای هوش مصنوعی می‌تواند آسیب‌پذیری‌های امنیتی ایجاد کند.
با توجه به اینکه شرکت‌ها به دنبال ارائه سریع‌تر نرم افزار هستند، توسعه تقویت شده با هوش مصنوعی برای حفظ رقابت‌پذیری به امری ضروری تبدیل شده است. شماره 13: پلتفرم‌های ابری صنعتی. پلتفرم‌های ابری صنعتی راه‌حل‌های اختصاصی برای صنایع خاص مانند سلامت، مالی و تولید ارائه می‌دهند. این پلتفرم‌ها ابزارهای تخصصی برای رعایت الزامات مقرراتی فراهم می‌کنند و در عین حال بهره‌وری عملیاتی را افزایش می‌دهند. برای مثال، پلتفرم‌های ابری حوزه سلامت مدیریت داده‌های بیماران را ساده‌تر کرده و از هماهنگی مراقبت‌ها پشتیبانی می‌کنند. با این حال، چالش اصلی در تضمین امنیت داده‌ها و قابلیت همکاری بین پلتفرم‌هاست. انتظار می‌رود بازار پلتفرم‌های ابری صنعتی تا سال 2025 به 82.3 میلیارد دلار برسد. شماره 14: اپلیکیشن‌های هوشمند. اپلیکیشن‌های هوشمند با هوش مصنوعی و یادگیری ماشین تجربه کاربری شخصی سازی شده ارائه می‌دهند و وظایف را خودکار انجام می‌دهند. این اپلیکیشن‌ها در بخش‌های مختلفی مانند مالی، سلامت و خرده فروشی جهت بهبود تعامل با مشتری و افزایش بهره‌وری عملیاتی استفاده می‌شوند. اپلیکیشن‌های هوشمند سرمایه‌گذاری مشاوره مالی متناسب با هر فرد ارائه می‌دهند و اپلیکیشن‌های سلامت در تشخیص بیماری‌ها کمک می‌کنند. در این حال، حفظ حریم خصوصی داده‌ها همچنان یک نگرانی است، زیرا این اپلیکیشن‌ها اطلاعات حساس کاربران را جمع‌آوری می‌کنند. پیش بینی می شود بازار اپلیکیشن های هوشمند تا سال 2025 به 62.4 میلیارد دلار برسد. شماره 15: هوش مصنوعی مولد دموکراتیک شده. هوش مصنوعی مولد که محتوای جدیدی مانند متن، تصویر یا موسیقی تولید می کند، در حال دسترس پذیرتر شدن است. این روند به کسب و کارها و افراد اجازه می دهد تا بدون نیاز به تخصص فنی عمیق از ابزارهای قدرتمند هوش مصنوعی بهره ببرند. ابزارهایی مانند دال همکنون در حال تحول بازاریابی، سرگرمی و طراحی هستند. با این حال، با دموکراتیک شدن هوش مصنوعی مولد، نگرانی‌ها درباره نقض حق نشر و سوء استفاده از محتوا در حال افزایش است. شماره 16: مقابله مستمر با تهدیدات یا TEM. ابزارهای KEM به سازمان‌ها این امکان را می‌دهند که به طور مداوم آسیب‌پذیری‌ها را در زمان واقعی پایش و برطرف کنند. این رویکرد پیشگیرانه به کسب و کارها کمک می‌کند تا از تهدیدات سایبری جلوتر باشند و با استانداردهای امنیتی مطابقت داشته باشند. در حالی که سیستم‌های تم امنیت سایبری را بهبود می‌بخشند، مدیریت آنها می‌تواند منابع زیادی را مصرف کند. بخش‌هایی مانند مالی، سلامت و دولت در حال استفاده از این ابزارها برای حفاظت از داده‌های حساس هستند. شماره 17: مدیریت اعتماد، ریسک و امنیت هوش مصنوعی یا ATRESM. چارچوب‌های ATRESM بر ساخت سیستم‌های هوش مصنوعی اخلاقی و شفاف تمرکز دارند و ریسک‌هایی مانند سوگیری، حریم خصوصی و مسئولیت پذیری را مورد توجه قرار می‌دهند. در صنایعی مانند سلامت، ATRESM تضمین می‌کند که الگوریتم‌ها تشخیص‌های منصفانه و دقیقی ارائه دهند و در حوزه مالی نیز به جلوگیری از رفتارهای تبعیض‌آمیز کمک می‌کند. با این حال، دستیابی به شفافیت کامل در سیستم‌های پیچیده هوش مصنوعی همچنان یک چالش است. با رشد استفاده از هوش مصنوعی، چارچوب‌های ATRESM برای حفظ اعتماد حیاتی خواهند شد. شماره 18: مهندسی پلتفرم. مهندسی پلتفرم زیرساخت ابری ابزارهای DevOps و پلتفرم‌های توسعه را با هم ادغام می‌کند تا فرایند تحویل نرم افزار را ساده‌تر کند. این رویکرد به کسب و کارها اجازه می‌دهد عملیات خود را به شکل کارآمد مقیاس دهند و برنامه‌ها را سریعتر مستقر کنند. با این حال، پیاده‌سازی راهکارهای مهندسی پلتفرم نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجهی در زیرساخت و تخصص است. با توجه به اینکه کسب و کارها چابکی و مقیاس پذیری را در اولویت قرار می‌دهند، انتظار می‌رود تقاضا برای ابزارهای مهندسی پلتفرم افزایش یابد. شماره 19: مشتریان ماشینی. مشتریان ماشینی سیستم‌های هوش مصنوعی هستند که می‌توانند به طور مستقل و به نمایندگی از کسب و کارها یا افراد تصمیمات خرید بگیرند. این سیستم‌ها داده‌ها را تحلیل می‌کنند، نیازها را پیش‌بینی می‌کنند و بدون دخالت انسان سفارش ثبت می‌کنند. برای مثال، چت‌بات‌های مجهز به هوش مصنوعی می‌توانند زمانی که موجودی شرکت کم می‌شود، به طور خودکار سفارش تامین کالا بدهند. اگرچه این روند باعث افزایش بهره‌وری می‌شود، اما نگرانی‌هایی درباره کنترل و مسئولیت پذیری در قبال فرآیندهای خودکار به وجود می‌آورد. با پیشرفت شرکت‌ها در بررسی این مفهوم، تراکنش‌های بدو به طور فزاینده‌ای به مشتریان ماشینی متکی خواهند شد. شماره 20: نیروی کار متصل و تقویت شده. نیروی کار متصل و تقویت شده با بهره‌گیری از ابزارهای همکاری از راه دور، بینش‌های هوش مصنوعی و دستگاه‌های پوشیدنی، بهره‌وری را افزایش می‌دهد.
این روند به ویژه در دوران مدل‌های کاری ترکیبی اهمیت دارد، جایی که تیم‌ها باید از مکان‌های مختلف با هم همکاری کنند. ابزارهایی مانند زوم و مایکروسافت تیمز به ابزارهای ضروری برای ارتباطات تبدیل شدند، در حالی که فناوری‌های پوشیدنی سلامت و ایمنی کارکنان را پایش می‌کنند. با این حال، شرکت‌ها باید بین حفظ حریم خصوصی کارکنان و رصد عملکرد آنها تعادل برقرار کنند تا از بروز نگرانی‌های اخلاقی جلوگیری شود. پیش‌بینی می‌شود بازار ابزارهای مدیریت نیروی کار تا سال 2026 به نهم 3 میلیارد دلار برسد. خب این هم از 20 روند فناوری تحول آفرین که همین حالا آینده را شکل می‌دهند. اگر تا اینجا همراه ما بودید، نظرتان را در بخش کامنت ها با ما در میان بگذارید. برای موضوعات جالب بیشتر، حتما ویدیوی پیشنهادی که همین حالا روی صفحه می‌بینید را تماشا کنید. ممنون که تماشا کردید.